خپل خاوره ته خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیاباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو پلار نکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپل خاوره زموږ کعبه ده زموږ پلار نکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو ټول راشي افغانانو سی آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سی آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو لرنکم غلامان نو ځان معلوم په ټول جهان کو قسمات دل خانی کو مقبول په نو زولنی کو لرنکم غلامان نو ځان معلوم په ټول جهان کو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلامای گرم خود خدمت برادران و خواران عزیز خود در هر گوشه و کنار دنیا تقدیم میکنم. امید است که صحت، جور و تازه باشین. اولا ما میخواهیم که در ابتدای برنامه کشته شدن برادرای هزاره ما در بلوچستان توسط لشکر انقلابی و هر نامی که دارن به شدیدترین لهجه تقبیح میکنیم. برادرای هزاره ما در او طرف خط دیورن بالای خاک خود زندگی میکنن و باید تیر دولت پنجابی آیسای بفهمن که شما روز اعمال بدی که بالای مردم افغانستان میارین جوابدهش خواد باشین. برادرای عزیز و گرامی هزاره ما، شما ایره بفهمین که
ما همراه شما یک جای هستیم. برادرایتان در این طرف خط دیورند. ما شما دفاع خواد کردیم و ما شانه به شانه در مبارزه با شما در مقابل دولت پنجابی آیسای یک جای هستیم. شما هیچ وقت از این حرکات تروریستی دولت پنجابی آیسای هیچ وقت هراس نکنین. ما از نظر سیاسی و بین المللی بی اندازه فعال هستیم. مظاهره ما در مقابل مرکز عمومی ناتو ثمره بسیار هنگفتی را داشت. شما ببینید که اردوی پاکستان و دستگاه جاسوسی آیسای فعلا خاموش شدن، دیگر راکت پرانی بالای خاک افغانستان ندارن و در هر لحظه که پیدا میکنن اونا کوشش میکنن که نظریات برادرانی خود با مردم افغانستان اظهار کنن، در حالی که نظریاتشان نظریات شیطانت، دروغ و کذابی است. در عین حال ما اعمال ناجوانمردانه آخوندهای ایران به شدیدترین لهجه تقبیح میکنم. شما برادرای افغان ما را به دار میزنین و پیش از این که اونا وفات کنن شما اونها را از دار پایین میارین و شما اعضای بدن برادرای ما را به فروش میرسانین. این حرکتتان یک حرکت ضد اسلام، ضد حقوق بشر و ضد انسانیت است. این را باور کنین که امید از روزی بالای شما روزی بیاید که ما بتانیم عین حرکت بالای شما کنیم، خصوصا بالای کسایی که مرتکب امی کارا میشه و او روز انشاءالله آمدنی است. ما از سفیر افغانستان در ایران تقاضا میکنم که باید آواز خود بلند کنه و از مردم افغان، مردم ریفیوجی ما و مردم بیچاره ما دفاع کنه. من نمیفهمم که آقای سفیر در 24 ساعت شما چی میکنین؟ وظیفه شما در ایران باید از حقوق حقیقی مردم افغانستان شما دفاع کنین. یک نکته را باید شما در نظر بگیرین، برادرای افغان، برادرای ریفیوجی ما که در ایران زندگی میکنین، همین انکشافات اقتصادی و اجتماعی که در ایران با وجود آمده کلش از خیرات سر شماست. قطع کردن تیل توسط امریکا ارزش تومان بسیار پایین آورده و شما آگاه هستین که در سابق شما باید 3 لک تومان می داشتین که شما اعاشه و باطل داخل ایران کنین و دولت ایران حال فعلا بسیار به تشویش شده که باید هر ریفیوجی افغان در حدود 6 لک تومان داشته باشه که در ایران زندگی کنه. و اگر شما برادرای عزیز، خواهرای عزیزی که در ایران زندگی میکنین، اگر شما ایران را ترک کنین، ایران با شکست اقتصادی مواجه میشه. امی صنایعی که در ایران بسیار بالا رفته، این موفقیت های تکنولوژی که ایران به دست آورده کلش خیرات سر شماست. به هر صورت باز هم من میگم که دولت آخوندی ایران شما افغانای ما را متهم میسازین به آوردن مواد مخدره، در حالی که مافیای درک خود ایران برادرای افغان ما را استفاده میکنن
چون اینا باعث ریفیجی میخواهند که داخل خاک ایران شوند، مواد مخدره را به اینا میتن، میگن شما این مواد مخدره را داخل خاک ایران ببرین و در اثنایی که مواد مخدر را به ایران میبرن اینا گیر میشن و اینا بیگناه اعدام میشن. و شکایت عمده ما است که وقتی که شما به دار میزنین چرا جسد برادرای افغان ما را به فامیلش تسلیم نمیکنین؟ یعنی مقصد شما چی است از این کار؟ همین که من پیشتر گفتم که شما عضو بدن برادرای افغان ما را به فروش میرسانید، همین این پروف میسازه که شما می کار وحشیانه غیر اسلامی غیر بشری را مرتکب میشن. خب به هر صورت ببخشید امروز ما خواستیم که موضوع دیورند از زمان عبدالرحمن خان به طور خلاصه بالای صحبت کنیم و ادعای پاکستان در این قسمت ما تشریح کنیم، صحبت کنیم سرش. آیا ای که سیاستی که سیاستمدارای ما در طول تاریخ در مقابل پاکستان گرفتن یا سیاست موفق بوده، مناسب بوده با شرایط افغانستان، موضوع خودرادیت ما صحبت میکنیم. اول این ما باید بگوییم که به طور خلاصه وقتی که عبدالرحمن خان از بخارا آمد داخل افغانستان و داخل خاک افغانستان، دولت انگلیس زمان، هند برطانوی زمان توسط خوارش برش پیغام روان کرد که ما خودت به حیث امیر انتخاب میکنیم در صورتی که شما بعضی کارها را به ما انجام میدین. و او کارها از بین بردن سردار ایوب خان، فاتح میوند و تایید قرارداد گندمک و به اصطلاح از بین بردن مجاهدین افغان کونا، یعنی جزای شدید را به اردوی هند برطانوی وارد کرده بود. شما میبینین که وقتی که عبدالرحمن خان امیر میشه برای دولت انگلیسی وعده را میده که تمام درخواست شما را ما به اجرا میگذارم، اما دفتنی اما کم وقت بتین. و همون وقتی که امیر میشه بالای ایوب خان حمله میکنه و دیگه همون مبارزین یا مجاهدینی که بر ضد انگلیس فعالیت کرده بود، خصوصا ملا مشکالم و سایر مبارزین مجاهدین، امیر عبدالرحمن خان در صدد از این برای که یار از بین ببره. وقتی که امیر عبدالرحمن خان کوشش کرد که ملا مشکالم از بین ببره، انتام قادر نشد، بالاخره او بالای از او نام گذاشت که ملا مشکالم به اصطلاح. شما ببینید که وقتی که امیر عبدالرحمن خان امیر شد، در حدود 3 یا 4 هزار مجاهدین در سیاه‌چاه‌ها انداخته شد. و وقتی که ملا مشکالم وفات کرد، پسرش خواست که در مقابل امیر انتقام جویی کنه و امیر، خصوصا ملا مشکالم از قوم اندر بود. امیر قراره که میگن امیر در حدود چندین هزار از قوم اندر کلایشان زد و از کلاهای از اینا، جمجمه از اینا یک تپه را تیار کرد. هدف عمده انگلیس در زمان وقت این بود که نهضت افغانی را صدمه بزنه و در این حال منافع خود در هندوستان حمایت کنه. و در زمان دولت تزار شوروی هم فعال بود، اما چون موافقاتی که بین انگلیس و دولت تزار شوروی با وجود آمده بود و خواستن که افغانستان به حیث یک بفر زون استفاده کنن، امی کار کردن. بر صورت مناطق را که انگلیس ها فکر میکرد که از 3 منطقه میتونستن که یعنی تزار اگه بخواه یا دولت شوروی بخواه حمله کنه بالای
هند برطانوی در او وقت همون مناطق به دست آورد و انگلیس ها خواست که به اصطلاح منافع خود تامین کنه، اما اصلا گپ در دیگر جای بود. میخواست که نهضت قراری که بیشتر گفتم نهضت افغان ها را از بین ببره و افغان ها را جزا بده، خصوصا مناطقی که بسیار برای افغانستان مهم بود و افغانستان از به دو سه مستقیم تقسیم کرد. خصوصا افغانستان راه بری خود از دست داد و مناطق بسیار مهم و حاصلخیز. میگن یکی از روزا عبدالرحمن خان با سپاسالار غلام حیدر چرخی خط روان کرد و اونا با او گفت که یا کسی صحبت کرد، گفت که بعض مناطق است که او بی ثمر است و مردمای از این مردمایی است که مورد توجه من نیست. میگه سپاسالار غلام حیدر به امیر گفت که اگر شما این کار کنین این مناطق از بتین به اصطلاح دستانه قطع میکنین. انگلیس در او وقت میخواست که یک آرمی بسیار قوی روان کنه و عبدالرحمن خان تهدید کنه که چیزایی که اونا میخواین باید اونا با او گوش کنن. اما در این وقت افغان ها آماده از این شد که در مقابل هند برطانوی با پای بخیزن و کتی انگلیس ها جنگ کنن. امو بود که مورتیمر دیورند آمد داخل افغانستان شروع کرد به صحبت با امیر و میگن چند روز صحبت ها کردن. یک نیم شب در حدود نیم شب به اصطلاح که امیر یک جا شد و امیر در حدود 3 لک داد و امیر گفت که ما میخوایم که منطقه به دست هند برطانوی بره و امیر در اون قسمت کدام مقاومت نشان نداد. میگن که امی پلانی که مورتیمر دیورند برای امیر پیشنهاد کرد و این پلان در خود انگلستان تا آماده شده بود ببخشید و این پلان آورد و به توجه امیر قراره که میگن امیر عبدالرحمن خان این موافقت نامه را که توسط انگلیس پیشنهاد شده بود میگن که کدام امضای امیر در اوجه نیست و حتی امیر این را نخوانده بود. به این اساس تنها یک موافقت بین امیر و هند برطانوی بود که از نظر حقوقی کدام ارزش نداره و در این حال ادعای پاکستان به است که ما میراثخوار انگلیس هستیم و وقتی که امیر این اسناد امضا کرد سران قومی و اراکین دولت در وجه حضور داشت، در حالی که امیر وقتی که صحبت‌های خود با مورتیمر دیورند میکرد هیچ وقت سران قومی را یعنی علاقه نداشت که دیگر کس به امرایش حضور داشته باشه. به این ترتیب ادعای پاکستان کاملا غلط است و ای که دولت هند برطانوی برای عبدالرحمن خان 18 لک کلدار داد، یعنی معاش برش مقرر کرد و صرف یک موافقه بین هند برطانوی و امیر بود. امیر جرگه را دایر نکرده بود و این موضوع موافقت نامه امیر با هند برطانوی به توجه مردم افغانستان نامده بود. به این ترتیب تا وقتی که امیر حیات داشت و موافقت نامهش که هند برطانوی مدار اعتبار بود، وقتی که امیر وفات کرد موافقت نامه امیر با هند برطانوی مدار اعتبار نیست. به این ترتیب پاکستان خاک‌های ما را غیر قانونی کنترل میکنه. به این معنا که
ما یک موتر را داشته باشم برای یک نفر دیگه بتم و اون نفر دیگه با نفر دیگه بته، ای نفر دیگه ادعا کرده نمیتونه که موتر از ماست. این به اصطلاح تنها یک موافقت شده بود، موافقت نامه را حاصل کردیم ما از برادر که موتر ما را بگیرن، اما اصلا این دارایی ماست. این خاکایی که پاکستان در دست داره و بندرایی که پاکستان فعلا در دست داره و کلش دارایی مردم افغانستان است. ما صرف میخواهیم که خاک ما را پس بده پاکستان و بندرای ما را پس بده. ما از دولت پاکستانی را میخواهیم که چرا ما خاک خود دوباره به دست نبریم؟ ما چرا بنادر خود به دست نبریم؟ اگر شما مسلمان هستین و اساسات دین اسلام عقیده دارید، شما باید این موضوع را درک کنین که یک حق مسلم مردم افغانستان است. باید مردم افغانستان دوباره خاک خود و بندرهای خود دوباره به دست بیاره. شما این میفهمین که برادرها و خوارای عزیز ما که تمام مشکلات سیاسی افغانستان و همین بدبختی ما ماد بودن به خشک است. بیاییم و شما یک موضوع دیگر هم صحبت کنیم به طور خلاصه. در طول تاریخ ما چی چانس‌هایی داشتیم که میتونستیم خاکای خود به اصطلاح به دست بیاریم؟ ما از این چانس‌های خود استفاده نکردیم. بعد از جنگ عمومی دوم ما بهترین شرایط بر ما میسر بود که ما میتونستیم خاک خود و بندر خود به دست بیاریم. برای که دولت انگلیس مصروف جنگ بود و در این حال پیشنهاد آمد از طرف دولت جرمنی که اگر قسم کمک شما کار داشته باشین ما میتونیم به شما کمک کنین که شما بتونین خاکایتان به دست بیارین و بندرتان به دست بیارین. اما متاسفانه دولت افغانستان در زمان این موضوع را قبول نکرد. موضوع دیگه ای بود که پیش از برآمدن نایب السلطنه دولت هند برطانوی، یعنی 2 هفته پیش یا 3 هفته پیش یا 4 هفته پیش، ما میتونستیم که دولت افغانستان میتونست که یک دو کندک یک دو غند عسکر میتونست که حمله کنه از طریق چمن و کویته و قلات میتونست که مناطق به دست بیاره و در این حال مناطق استراتژیک خیبر و بولان و پشاور هم به دست بیاره که این زمینه مساعد بود و میتونست که دولت افغانستان با کمک افغانای محل این کار انجام بده. برای که دولت پنجابی آیسای در او وقت وجود نداشت، وجود خارجی نداشت. دولت پاکستان با این ترتیب بر ما بسیار بهترین زمینه مساعد بود. اما متاسفانه ما از همین شرایط ما استفاده نکردیم. دفعه دوم، دفعه سوم چانسی که ما داشتیم جنگ هند و پاکستان بود که سفیر شوروی به اصطلاح بر ما وعده داد که میتونه که به ما کمک کنه، ما بتونیم اگر ما بخوایم حمله کنیم و این مناطق خود بندر خود دوباره به دست بیاریم. اما دوباره هم دولت افغانستان این را قبول نکرد. ما این را میگیم که فعلا بهترین شرایط برای مردم افغانستان است، برای که ممالک ناتو و امریکا داخل افغانستان است و اونا دیدن عملا که مردم افغانستان چگونه مشکلات را داره و این دولت پنجابی آیسای چین و ظلم مستم نیست بالای
افغانای ما وارد نمیکنه و شما ببینید که دلش بنده را بسته میکنه و دلش بنده را واز میکنه که یعنی خاک خود ما را، بندر خود ما را سر خود ما بسته میکنه و میخواد که از نظر سیاسی استفاده کنه. موضوع دیگه که توجه ما را جلب کرد خصوصا در جریان جهاد، ما که مصروف بودیم در جهاد در مقابل شوروی، دولت پاکستان خواست که شدیدترین صدمه را برای مردم افغانستان وارد کنه و خصوصا اینی که ما مصروف جهاد بودیم، دولت پنجابی پاکستان یک قسمت زیاد خاکا و اراضی ما را اشغال کرده که باید به صورت فوری دولت پنجابی آیسای این خاکای ما را دوباره رها کنه که ما این موضوع را به طور جدی برای دولت پاکستان میگیم که ما خود سپر ساختیم در مقابل دفاع از شما و از منافع شما و شما ببینید که یک کار اسلامی نبود که شما کردین، بر علاوه که شما اهداف شوم داشتین داخل خاک افغانستان و خواستین که افغانستان صدمه بزنین و در این حال شما خاکای ما را گرفتین. در منوطی که از آیسای آمده ولی ما چندین بار ذکر کردم برای ایجنت های آیسای دولت پنجابی آیسای دائم امر میکرد که شما کوشش کنین که وقتی داخل افغانستان میرین با روسا جنگ میکنین شما روبرو نشین مستقیم که روسا، شما مجاهدین هم پیش کنین و شما برین تا که میتونین داخل افغانستان صدمه بزنین. و ای کاش ما میماندیم که روسا میامد داخل پاکستان و پاکستان امروز از دل مردم افغانستان میامد. ما از نگاه جنگی دائم جنگا را بردیم و از نظر سیاسی ما نتانستیم که به اصطلاح سیاست به نفع خود چرخ بتیم. بیایین ما شما این موضوع خود ارادیت صحبت کنیم. ببخشید. شما ببینید که مرحوم سردار داود خان موضوع خود ارادیت این طرفدارش بود. شما ببینید وقتی که شما در یک فامیل اولادایتان بگوین که شما اختیار دارین هر چی میکنین، هیچ گونه مسئولیت به شما یعنی تعلق نداره، شما هیچ مسئول نیستین، ما تنها شما آزادی دارین، سایر مسئولیت ها بر ما تعلق داره. شما ببینید که سردار داود خان در طول تاریخ کمک های زیادی برای برادرای ما در اون طرف خط سرحد به دیورند تدارک دید، اما نتیجهش شما دیدین که کدام نتیجه نبود. و در این حال سردار محمد داود خان کوشش کرد که سران پاکستان نال فصل کنه، بالخصوص امرای بوتو، اما شما دیدین که پنجابی ها بوتو را به قتل رسانید که این موضوع را یعنی دوباره مسترد کردن خاکای ما را به تویق پرته. ما میگیم که تا که موضوع دیورند ما که پاکستان حل فصل نکنیم مشکل ما حل نمیشه. و شما ببینید که از بدو تاسیس خود پاکستان توجه بسیار مغرضانه به طرف مردم افغانستان داشته. موضوعی را که آیسای پاکستان بسیار ماهرانه استفاده میکنه در مقابل افغانستان و هر وقتی که موضوع دیورند گرم میشه اونا موضوعات اسلامی را پیشکش میکنن.
چنانچه سردار محمد داود خان شهید هم میخواست که بالای پاکستان حمله کنه، اما چون لیدرهای ممالک عربی این موضوع را وسط مداخله کرد و داود خان نگذاشت که بالای پاکستان حمله کنه. این یک ترک است که پاکستان دائم بالای افغانستان استفاده کرده و استفاده میکنه. یک موضوعی را که ما اخیراً خبر شدم و این موضوع است که آیسای پاکستان در حدود 20% بودجه خود در مقابل تبلیغ، در مقابل نوزت دیورند استفاده میکنه و قراره که ما شنیدم قسمت اعظمش در اروپا و قسمت اعظم دیگهش در امریکا در قسمت لابینگ و یا مصرف میرسانه. اما امی قیام ما در مقابل دولت پنجابی آیسای در داخل امریکا و معرفی پاکستان و سیاست دبل سیاست پاکستان که ما برای دولت امریکا تشریح کردیم و دولت امریکا را بازو آگاه ساختیم، بالخصوص قطع کمک مالی به پاکستان توسط ما. پاکستان فعلا آگاه شده که افغانای عزیز ما در هر گوشه و کنار دنیا از نظر سیاسی بسیار فعال شدند. بالخصوص امی مظاهره که در مرکز عمومی ناتو ما کردیم، این بسیار اثرات عمده داشت بالای سیاست ممالک غربی و سیاست از اینا با ارتباط به پاکستان. ما بر شما تشریح زیاد یعنی تاثیر از این ما براتون تشریح کردن نمیتونم، بی اندازه تاثیر عظیم داشت همین مظاهره ما در مقابل مرکز عمومی ناتو. اگر شو همون کلپ ابانین شما السلام علیکم ګرانو افغانانو، د ډیورند کرښې نه ښکته افغانانو او د ډیورند کرښې نه پورته راغلو خویندو ورونو، نن دلته زموږ او ستاسو راټولېدل د ناټو د دفتر په مخ کې د دې دپاره دي چې موږ خپل احتجاج وکړو. د ناټو د دفتر په مخ کې دوی ته خپل فریاد وکړو، دوی ته موږ ووایو چې ای ناټو، ستاسو ستراتیجیک تړون د افغانستان د خلکو دپاره هیڅ فایده نه ده کړې، بلکې پاکستاني پنجابي استعمار د افغانستان خلک په وینو کې لمبولي دي، بربنډه مداخله کوي د افغانستان په خاوره کې. د افغانستان هغه سرحدونه حدودات چې د جنرال ډیورند په وخت کې پښتانه په 4 ټوټو تسخیم کړي وو، موږ ته د ډیورند کرښه نه ده منظور، موږ دغه کرښه نه ده منلې، نه یې پښتانه ښکته مني او نه د ډیورند د کرښې نه پورته پښتنو تسلیم کړې ده. د ناټو نه چې څومره تمه او څومره ښه تقاضا کېده چې دا به د افغانستان کې سوله ټینګه کړي، امن به راولي، افغانستان خلک به د امن په فضا کې ژوند وکړي، د افغانستان خلک به تعلیم وکړي، د افغانستان خلک به د افغانستان
افغانستان خلک به د ګاونډیو هیوادونو سره سیالان واوسي، خو د ناټو د حضور چې په افغانستان کې حضور لري د پاکستان، د ایران او د بعضې نورو هیوادونو مداخلې یو د بلې ورځې نه تیزیږي، افغانان وژل کېږي، د افغانانو وینې تویېږي. ناټو سره د دې چې په افغانستان کې حضور لري کله نه هم په پاکستان په مداخلې باندې کومه اعلامیه صادره نه کړه، خو د افغانانو وینې تویېږي، افغانان وژل کېږي او ناټو چپ پاتې شوې ده. آیا د افغانانو وینې دومره ارزانه دي چې موږ د ګاونډیان وژني؟ ناټو ستا حضور په افغانستان کې د افغانستان د ګټو لپاره نه دی، ستا حضور په افغانستان کې د بهرنیو مداخلو کې پاتې راغلی دی. په افغانستان کې ناټو باید په افغانستان کې ښکاره بربند او علني د امن او د سولې دپاره خپل رول بازي کړي. د افغانستان د جګړې میدان نه دی چې د ناټو میش هیوادونه د امریکې متحده ایالات په افغانستان کې حضور لري، خو د افغانانو وینې تویېږي او دا وینې بندې نه شوې. ناټو ته پکار دي چې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د خاورې سره، د افغانستان د ملي حاکمیت دپاره، د افغانستان د سولې دپاره د افغانانو سره کومک او مرسته وکړي. د ډیورنډ جرګې د محترم متین صاحب نه ډېره مننه چې په مطبوعاتو کې د ډیورنډ د جرګې دغه غږ پورته کړی دی چې موږ د ډیورنډ کرښه نه ده منلې، نه به موږ د ډیورنډ کرښه ومنو. د ډیورنډ کرښه غیر قانوني ده، د ډیورنډ کرښه افغانانو ته د منلو وړ نه ده، د ډیورنډ کرښه نه د افغانستان خلکو منلې ده، د ډیورنډ کرښه نه به د افغانستان خلک دا جرم تسلیم نه کړي. د افغانستان خلک د ډیورنډ نه ښکته ټول افغانان او پښتانه اوس په دې نتیجه رسېدلي دي چې دا په څلورو ټوټو تسخیم پښتون قام به راټولېږي، خپل یو وجود به جوړوي، خپل یووالی به راولي او د دغه اشخاصو لاس به نیسي چې څوک د پښتنو وینې تویوي. موږ ښکاره وایو، نن یې په ډاګه د ناټو د دفتر په مخ کې وایو چې ای ناټو، موږ خو د ستا نه ډېره تمه تقاضا وه، د افغانستان خلکو خو د تاسو نه ډېرې ښې غوښتنې درلودې، خو متاسفانه چې تاسو ورته مثبت جواب ورنه کړی شو. تاسو همیشه په خپلو فعالیتونو کې او تاسو همیشه د سولې په راوستو کې پاتې او ناکامه راغلی. د افغانستان کې چې څومره وینې تویېږي، په وزیرستان کې چې څومره وینې تویېږي، په سوات کې چې څومره وینې تویېږي، په پېښور کې چې څومره وینې تویېږي، ناټو مسؤلیت یې ټول ستا په غاړه باندې دی. ښه پوهېږي طالب ته وسلې څوک ورکوي، ښه پوهېږي طالب ته ټریننګ څوک ورکوي، ښه پوهېږي طالبانو مرکزونه چېرته دي، ښه پوهېږي چې د افغانانو وینې څوک تویوي. خو ناټو تا خپل ځان چپ او خپل غوږونه دې کاڼه نیولي دي. ته د افغانستان د خلکو یوه دښمنه اداره یې ناټو، ته د افغانستان د خلکو یوه ذمهواره اداره یې. زما یتیمان زموږ کونډې د افغانانو او د افغانستان د خلکو ارمانونه ناټو او د امریکې متحده ایالاتو د خاورو سره خاورې کړې. موږ په افغانستان کې سوله غواړو، موږ د جنګ خلک نه یو، موږ افغانستان کې د وسلې د باروتو هېڅ کارخانه نه لرو. موږ نه او زما د بچو نه کتاب او قلم اخیستل شوی، ټوپک ورکول شوی. موږ په ډاګه باندې وایو چې ای ناټو، ولې ته په ملي او بین المللي سطح د افغانانو دښمنان ولې د محکمې میز ته نشي راکش کولی؟ هغه هیوادونه چې په افغانستان کې مداخله کوي،
هغه هیوادونه چې افغانان وژني، هغه هیوادونه چې د افغانستان په ضرر باندې علني بربنده او صحیح مداخله کوي او ته ورته ګورې حضور لري په افغانستان کې. ستا حضور په افغانستان کې بې معنا دی. ستا حضور په افغانستان کې د افغانستان دپاره په ګټه نه بلکې په تاوان باندې تمام شو. زموږ د ناټو نه دا غوښتنه ده چې د افغانانو سره کومک وکړه، د افغانستان کې د مداخلو مخه ونیسه. زه په اخره کې خپلې خبرې ختمومه. د بابرزي په یو شعر باندې وایم چې د ګیدړو خوراکه شوه د افغان د غرو زمري، څوک هم رنګ په رنګ ریبي او څوک هم رنګ په رنګ کري. د غازیانو هدیرې به مو یو وخت پردۍ ډېرې وي، ما او تا به په تېرېږو په مثال لکه پردي. زه شوار در کوم ملګرو ما ته جواب راکئ، زه شوار در کوم ما ته جواب راکئ. مرګ د افغانستان په دښمنانو، مرګ د افغانستان په دښمنانو. صحیح جواب هم رانکړي، صحیح جواب راکړي چې ناټو یې واوري. داسې جواب راکړئ چې د ناټو میشته هیوادونه یې واوري، د ISI مشران یې واوري، د افغانانو د پښتنو قاتلان یې واوري. مرګ د افغانانو په قاتلانو، مرګ د پښتنو په قاتلانو، مرګ په افغانستان کې چې څوک مداخله کوي، مرګ په هغه هیوادونو. زنده‌باد د ډیورنډ جرګه ښاغلي متین نه ډېره مننه. السلام علیکم. چونان در یک سبو در یک قطاری ممگی فکراری، چونان در یک سبو در یک قطاری ممگی فکراری، اگر از بومیان و قندهاری ممگی فکراری. به نام آن که هستی نام نخست سلام‌های گرم خود را خدمت نمایندگان محترم سازمان ملل متحد و ناتو، حضار محترم افغانان غیور و سربلند، برادر بزرگوار محترم محمد صدیق متین، بنیانگذار دیورند جرگه و رؤسای محترم دیورند جرگه تقدیم می‌دارم. ثانیاً از سازمان ملل متحد و ناتو سپاسگزارم که اجازه دادند تا تظاهرات مسالمت آمیز و طلبانه افغانها در مقابل دفترشان برگزار شود. تا آنجایی که به جرأت میتوان گفت مشکل افغانستان پاکستان است. پاکستان در جهان امروز به عنوان مرکز بحران جهانی و سمبول شرارت، خشونت، جنایت، عملیات انتحاری و اعمال غیر انسانی و اسلامی مبدل شده است. برعکس افغانستان همواره به عنوان یک کشور صلح‌دوست و همسایه مسلمان رابطه نیک، حسنه و برادرانه با پاکستان داشته است. حتی زمانی که پاکستان با کشور هند نزاع و درگیری داشت و اتحاد جماهیر شوروی به اعلیحضرت ظاهرشاه وعده هرگونه کمک را داده بود. با عرض احترامات مجدد
شما دیدین گوشه از مظاهرات افغان‌ها را در مقابل مرکز عمومی ناتو در او وقت دولت پنجابی آیسای بالای افغانستان راکت‌ها را فیر میکرد و برادرای ما نظریات خود را اظهار کردند بر از که در او وقت خود ناتو و امریکا آرام شیشته بودند، به اصطلاح کدام عکس‌العمل را نشان ندادن نمیدادند در او وقت و همین رفتن ما در مقابل مرکز عمومی ناتو موجب از این شد که دولت پنجابی آیسای بالای افغانستان راکت پرانی خود استفاده کنه. و در این حال شما خوارا برادرای عزیز این نکته از شما توجه مزید به کنین و این که خود پاکستان فعلا به ضعف مالی مواجه به این معنا که در حدود 6-7 ماه شده که نتونست دولت پنجابی آیسای قوای نظامیش معاشای اساکر خود تادیه کنه و ما کوشش میکنیم که این فشار بالای دولت امریکا ما مثلا با دولت امریکا ما بگوییم که کمک شما باعث از این میشه که اولادایتان کشته شوه، اولادای ما شهید شوه و تروریسم در تمام دنیا برکیر ما واضح کردیم به دولت امریکا. بیایی نقطه دیگر ما شما سرش صحبت کنیم. نقطه دیگر ایست که دولت پنجابی آیسای با محمود خان اچکزی در این اواخر پیشنهاد کرد که شما بیاین به اصطلاح صدر اعظم پاکستان شوین و جناب محترم محمود خان اچکزی این پیشنهادشان رد کرد. ما تا وقتی نمیتونم که شما ما کمک کنم که موضوعات خط دیورند و رابطه ناسالم شما با مردم افغانستان یک طرفه نشه. با این ترتیب جناب محترم محمود خان اچکزی از این خواهش دولت پنجابی آیسای این خواهششان رد کرد. شما ببینید که این کار دولت پنجابی آیسای در 1000 سال نمیکرد. این به اصطلاح همین فعالیت‌های شما برادران و خوارای عزیز است که دولت پاکستان را متوجه شده و در حراس است که قیام عمومی افغانای ما در اون طرف خط دیورند موجود نبیه. بیاییم ما شما صحبت کنیم که برادرای ما که در اون طرف خط دیورند از چی مزایای اونا برخوردار هستند. شما فکر کنین اگر روسا بالای افغانستان حمله نمی‌کرد، شرایط زندگی افغانستان یعنی شرایط زندگی داخل افغانستان شاید به سوی پاریس می بود. مرا چند روز پیش یکی از برادران افغان ما از طرف خط دیورند آمده بود. او گفت مادر کلانم پیش از اینکه میمرد سرما دین مانده بود که مرا یک دفعه شما کابل ببرین. شما مرا یک دفعه کابل ببرین. شما به این اندازه شما فکر کنین که افغانستان مترقی و پیشرفته بود. اما حالی که شما شرایط زندگی در افغانستان به این سبب میبینین، ما در جریان جهاد بسیار قربانی ها را دادیم. شما فکر کنید که حیات آباد یا همی اسلام آباد پاکستان کلش خالی. شما کجا میریدین؟ فقط میدیدین صاحبی گرمی را، شرایط زندگی مردم پاکستان شما میدیدین و خداوند برای از اینا یک راه را پیدا کرد که دولت پنجابی آیسای بتونه که با اتمی بسازه از خیرات سر افغانا و فعلا از نظر شرایط زندگی اونها کمک پیشرفت‌تر است. شما ببینید شرایط افغانای ما که در اون طرف خط دیورند زندگی میکنه، تنها اونها شاید یک برق داشته باشه، اما در اون طرف شما برین ببینید که با چه شرایط افغانای ما زندگی میکنه. اون آزادی بیان ندارن، آزادی گفتار ندارن، به این معنا که مقابل دولت پاکستان اونا کلمه گفتن نمیتونن راجع به دیورند. وقتی کسی که دان واس کنه ما دیورند راجع به دیورند صحبت کنه، ببینید که چند وقت بعد یا زخمی میشن یا کشته میشن یا ناپدید میشن. شما شرایط زندگی برادران بلوچ ما را ببینید که با چه شکل اونا زندگی میکنه. ما خبر شدم که در آینده قریب جناب محترم محمود خان اچکزی و افضل لالا و سایر
مشران افغان ما در اون طرف خط سرحد یک جرگه بسیار کلان دایر میکنه که ما به اصطلاح دعوت شدیم و ما انشاءالله نماینده خود در اون طرف ما به اصطلاح در این جرگه روان خواهد کردیم. یک موضوعی که بسیار زیاد موجب آزار خاطر ما شد و این بود که شاهزاده پرنس چارلز جونیور به اصطلاح بچه پادشاه انگلستان وقتی که در قندار آمده بود، این پس به لندن رفته بود، بازی یک تبصره کرده بود. وقتی که ما در قندار بودم، ما تعداد زیاد طالبان را ما کشتم. ما برای از شاهزاده میگم که شما متوجه باشین که راجع به برادران طالب ما شما صحبت میکنین. او برادران طالبی که افغان ماست، اونا قلب ماست، اونا برادرای عزیز ماست. اینطور بیانیایی که شما میتین در مقابل افغانای ما مورد پسند ما قرار نمیگیره. و شما بودین دولت شیطان انگلیس بود که مردم افغانستان در این مشکلات و در این حال روز دچار کرد. اگر همین دولت شیطان انگلیس نمی بود و افغانستان به دو قسمت تقسیم نمی کرد، ما امروز هم یک جای می بودیم، خوارا و برادرها یک جای می بودیم، هم بندر می داشتیم و هم بحر می داشتیم. چرا ما بحر نداشته باشیم؟ چرا؟ ما همین سوال از شما خوارا و برادرای افغان میکنم و این سوال هم از دولت پنجابی پاکستان میگم. چرا ما بحر خود پس نگیریم؟ چرا بندر خود پس نگیریم؟ چرا ما خاک خود پس نگیریم؟ شما از نظر قانونی هیچ ادعای بالای خاک ما ندارین. ما این مناطق با مرتمیر دیورند با کرایه نداده بودیم. یعنی شما امو کلدارایی که بر امیر میدادین و 3 لک کلدار که دادین و رضایت امیر به دست آوردین، او خلاص شد و امیر توسط مردم افغانستان یا لوجرگه تایید نشده بود. دیگه شما از نظر قانونی دولت پنجابی یا ایسای از نظر قانونی شما هیچ ادعایی ندارین بالای خاک ما. یک نکته را ما میخواهیم که واضح بسازم که ما کت مردم پاکستان هیچ گونه مشکل نداریم. تنها مشکل ما خاک ماست، بنادر ماست. و یک نکته دیگر که ما شنیدم، راستی که خبر بد است که دولت پنجابی آیسای موافقت نامه را که دولت چین امضا کرد که دولت چین بندر گواده را به اصطلاح در قسمت آباد کردنش کمک میکنه. ما به دولت چین میگیم که او بندر دارایی مردم افغانستان و برادرای بلوچ است، برادرای افغان ماست، برادرای هزاره ماست. شما هیچ گونه حق ندارین که بیاین در قسمت استفاده کردن بندر گوادر ما شما با پاکستان اشتراک کنین. این فوق العاده یک کار غیر نامطلوب است توسط دولت چین که دارایی که مربوط مردم افغانستان است شما بیاین در قسمت غصب از او دولت پاکستان کمک کنین. ما انشاءالله خصوصا شخص خود ما در صدد ازی هستیم که فند مناسب یا پول مناسب به دست بیاریم که ما بتونیم موضوع به دست آوردن مجدد خاک خود بندر خود با محکمه بین المللی ببریم. چرا
پاکستان دو ادعا داره، قراره که پیشتر گفتم. یکی پاکستان میگه که ما میراثخور هند برطانوی هستیم که مدار اعتبار نیست، و دیگه ای که پاکستان ادعا میکنه در وقت امضای موافقتنامه کتی امیر رئیسای قبایل بود یا اراکین دولت افغانستان بود. امضا کردن موافقتنامه که با همراه دولت افغانستان او وقت نشده، تنها با امیر شده و امیر پول دریافت کرده که از نظر قانونی مدار اعتبار قطعا نیست. دیگه به این ترتیب این حق مسلم مردم افغانستان است که خاک خود و بندر خود دوباره به دست بیاره. شما ببینین بدبختی تجارای افغان، بدبختی مردم افغانستان. ما مال صادر کردن نمیتونیم، مال وارد کردن نمیتونیم، برادر یکی دیگر دیده نمیتونه. و خصوصا ما از شاغل آقای کرزی من تقاضا میکنم که ویزا گرفتن برادرای ما از اون طرف خط دیرنده از بین ببره، چرا این تقاضای دولت پاکستان بود در سابق، اما این اجرا شد. ما فوق العاده از این کار خوش نیستیم. باید کرزی صاحب شما ویزا گرفتن برادرای افغان ما را از طرف خط دیرند این کنسل کنین فوراً. ما این کار ما میخواهیم که شما کنین کرزی صاحب. موضوع دیگه ای که ما گفتیم که ما این موضوع را میبریم در محکمه بین المللی در قسمت فندریزینگ. ما در برنامه گذشته ما خواستیم که برادرها و خوارای ما کمک کنن در قسمت تدارک، یعنی برنامه های تلویزیون و از نظر مالی. و او برادرایی که از عربستان سعودی تلفن کرده بودن، از اروپا تلفن کردن، تا بال پولتان ما نگرفتیم. و ای که نوکرای خریده شده آیسای در مقابل ما تبلیغات را انداختن که شما آقای متین پول گرفته، شما پول گرفته. ما با جواب شما ایره میگم که با چی اساس ما پول بگیریم؟ کسی پول میگیره که خیانت کنه، کار ملی را بفروشه. ما خو خائن نیستیم، ما خو خادم ملت افغان هستیم، ما خدمت میکنیم. به این ترتیب ما چطور اما ای را باور کنین که ما را بالای ما کدام تاثیری نداره، مبارزه ما جریان داره. و در این حال ما بسیار حیران شده بودم که چند همشیره تلفن کردن و ادعا کردن که با ما کمک پولی کردن. این دروغ محض بوده. کسایی که در جریان 4 سال که ما کمک کرده، اسمشان، چکشان، کاپیشان کلش پیش ما هسته که چند نفر ما بگوییم که یارجان و آقای رونا، خوارای ما از لندن. ما از کسی توقع کمک نداشتیم. تمام برادرها و خوارایی که در دیورند جرگه مصروف فعالیت هستن، اونا خودشان مصارف خود پیش میره، بالخصوص خود ما. و این بسیار کار نامردانه است که بعض کسا رئیس جوانای دیورندجرگی اروپا را سوال پیچ میکنه که شما پیسه میگیرین یا میگیرین. ما گفتم که برادر، هر کسی که گپ میزنه نامش به ما بگوین که ما در تلویزیون اعلان کنم. شما هر گونه ادعایی که دارین، اگر با آیسای کار میکنین، قراره که ما اعلان کردم 20% بودجه آیسای فعلا در مقابل دیورند جرگه است
و فعالیت های لابینگ در واشنگتن است که ما این کار میکنیم. و این افغانای وطن فروش خود فروخته اگر در مقابل ما قدم میکنین، شما هیچ وقت ما با شما حراس نداریم. خصوصا وقتی که ما از افغانستان پس آمدم، این افغانای خود فروخته و وطن فروش بسیار تکلیف به ما خلق کرد. هر روز شب و روز در تلفن ما تلفن میکرد، پیغام ها میگذاشت. اولی که ما بسیار خوش هستم که شما را بسیار رنج میته، خواه شما آجندای سیاسی دارین یا نوکر هستین یا موضوع افغان و دری و ازبک و هزاره و یار شما دامن میزنین. ما کل یک وجود هستیم. انشاءالله موفقیت مردم افغانستان به زودترین فرصت مهیا خواهد شد. ما این موضوع حق مسلم مردم افغانستان هیچ وقت از او صرف نظر نمی کنیم. شما ببینین در جریان تاریخ موضوع خودارادیت که شهید داود خان طرفدارش بود، امان الله خان غازی انگلیس ها را شکست داد، آزادی افغانستان گرفت، اما تا طالبان عرب پس آمد. نکرد که آزادی خاکای ما را باید میگرفت و بنادر ما را به دست ما می آورد. و در جریان قراری که ما تشریح دادم در زمان شاه محمود خان، در زمان ظاهر خان، اینا بسیار شرایط مناسب در دستشان بود که میتونستن خاکای ما را آزاد بسازن، بنادر ما نکردن. این که چرا نکردن نمیفهم. اما چون این موضوع نمیخوایم شخصی کنیم، اما با وکلان ما تا آخرین لحظه مقاومت کرد. 20 چند سال در بندیخانه وفات کرد، اما باید ما از طالبان دوباره مراجعت نکنیم. که امان الله خان گفت بعد از او به نادر خان تا آخر عمر خود در زندان وفات کرد. خاک ماست، بندر ماست. ما تقاضا داریم. شما این فکر کنید این بسیار غیر عادلانه خواهد بود که اردوی پاکستان به شکل غیر قانونی و آیسای به شکل غیر قانونی بالای خاک ما و بالای بنادر ما مسلط باشن. چرا؟ اگر شما ببینید، اگر شما این فکر کنید که اگر این موضوع دیورند نباشه، ما که مردم پاکستان هیچ گونه پرابلمی نداریم. و اگر فکر کنید که موضوع دیرند الفصل شد و ما میخواهیم از دولت پنجابی آیسای که موضوع را بیاید که مردم افغانستان که به همین ترتیب ما میخواهیم که یک کمیسیون بین المللی را تشکیل بدیم که ما از تمام دانشمندان، اشخاص ملی و کسانی که در مورد حل دیورند قلبشان میتپه بیاین که ما یک جا شوند. و ما از کاکر صاحب در نیویورک زندگی میکنن، وقت ما صحبت کردیم امروزشان و امی خواهش از اونا کردیم که اونا در قسمت با وجود آوردن همونطور یک شورا بگوییم یا کمیسیون بگوییم، هر چیزی که مربوط شماست که او را تشکیل بدیم که ما بتونیم رسما تقاضای خود از دولت پاکستان و بر علاوه که موضوع را ما به محکمه بین المللی میبریم. بس از دیگه این بی‌عدالتی پاکستان در این 75 سال یا تقریبا 75 سال بس است که بالای مردم تحمیل شده میره. شما ببینید از بعد به تاسیس خود پاکستان
بر ضد افغانستان حرکت کرده و افغانای ما که رفته، افغانای خود فروخته، وطن فروش پس آمدن در داخل افغانستان فعالیت‌های غیر ملی خود انجام دادن. اما باز وقتا ما آدم ایران میمونه، افغانستان بهترین شرایط داشت که میتونست که پاکستان از نظر سیاسی بزنه. مثلا ایزنهاور پیشنهاد کرد بر افغانستان که باید عضو ناتو شود. در او وقت از نفوذ کمونیسم در افغانستان بسیار مشوش بود. بهترین وقت بود بر مردم افغانستان که تقاضای خود به امریکا روان میکرد و میگه ما در صورتی میخواهیم که عضو ناتو شویم که خاکای ما را پس بتی، بندر ما را پس بتی. اما ما خود ساختیم، چیزی نکردیم. در شرایط کنونی باید یک مملکت یک ارتباط داشته باشد، در غیر از او توسط ممالک قوی خورده میشه. شما ببینید شرایط مسلمانان رو در تایلند، یک مملکت مسلمان از اونها دفاع نکردن، کل از اونها کشیده شدن از خاکایشان و اونا سفر میکنن. و فعلا بهترین شرایط است. ای که انگلستان چی میخواد کنه بعضی در افغانستان، شما میفهمین که کامرون میخواست کرزه کت زرداری یک جای کنه، خواستای زرداری سرش تحمیل کنه. ما فضل و مرحمت خداوند ما زنده هستیم، ما فعال هستیم، ما هرگز نمیمونیم و دائم انگلستان میخواد به ضد پالیسی امریکا در افغانستان عمل کنه. و امی رفتنی که ما کردیم مقابل ناتو، ما تقاضا کردیم که افغانستان را تنها نگذارین، افغانستان را تقویه کنین تا که خودش بدانه سر پای خود استاد شود. و امی که دولت امریکا اعلان کرد که تا 2018 ما قوای نظامی و پلیس افغانستان کمک میکنیم. من فکر میکنم که بهترین خبر است به مردم افغانستان. یعنی آقای کرزی خلاص خواهد شد و هر رئیس جمهوری که ما می داشته باشیم او مجال از این پیدا میکنه که در امور داخلی افغانستان، در امور بین‌المللی افغانستان به اصطلاح تسلط پیدا کنه و بتونه که عواید افغانستان عزیز به سوی برسانه که خودکفا شویم به اصطلاح. شما ببینید که امیال گمرکات ما سایه گمرکی نداره، کلش خاک است، لوش است، موترات ترکا میآید در اوج بند میمونه و از نگاه سیستم گمرکی چی اندازه و فعال است رو من نمیفهم. همون سرک حلقوی که پیشنهاد شده بود و سرک حلقوی کار ساختمانیش فعلا بسیار کند شده. و دیگه ای که ما ایران شدم از یک موضوع دیگه که محترم اسماعیل خان قرارداد بند برق بالای دریای هلمند کرد، یک کمپانی پاکستانی کرد. این بسیار قابل خنده است که پاکستان چی وقت میخواد که در افغانستان آرامی و ترقی بیاید. شما عین قرارداد شما که یک کمپانی ایرانی در قسمت اعمار بند یا مطالعه ابتدایی بند برق در دریای گلبار کردین، کجاست او کمپانی ایرانی کجاست؟ ما میریم به اعلان تجارتی، پس میاییم باز یک چند صحبت داریم، باز ان شاء الله تلفن‌های شما رو میگیریم.